بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. السلام علیکم استاد انصاری هستی. سلامت باشید. درود بر شرف و غیرت استاد انصاری. واقعا من یه دو تا سوال کوچولو داشتم. بفرمایید. یکی این که چرا درباره این امامان مثلا وفات اماما رو ما مثلا امام حسن مجتبی 7 صفر هم میگن 28 صفر هم میگن، اینا رو مثلا به این چیزی نمیدونن، ولی مثلا فرض امام حسین تو قتل اگر جورابی سوراخ بود اونا میدونن. اینا رو این یکیش از مسئلهش. یکی دیگه مثلا یه روز بعضی حرفایی که اینا میگن درست میگن مثلا شما قبول نمیکنید. مثلا اینا میگن هر کی امام رضا رو زیارت کنه خیلی ثواب. خب این راست میگه، کسی امام رضا رو حالا زیارت نکرده که. مثلا فرض مشهد اون در و دیوار آهن حالات رو زیارت میکنه، کی تا امام رضا رو زیارت کرده؟ این یک دیگه از مسائل. یک دیگه هم یک کاری دیگه هم که سوال دیگه هم داشتم، اینا میگن آقای قاضی اگه عمامشه برداره نمیتونه صحبت کنه. حقیقت داره این برنامه. با تشکر از برنامه فوتو انصاری عزیز شما رو مخاطب. تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی استدون کنه. تشکر میکنم. من اولا یک مطلبی رو بگم در مورد وفات امامان. چرا وفات امامان انقدر اختلافات درش هست؟ دلیلش اینه که هیچ کس از ائمه بزرگوار اهل سنت و رسول الله صلی الله علیه و سلم و امامان و غیره، ببینید تاریخ ولادت دقیقشون، حتی پیامبر بزرگوار اسلام 12 ربیع الاول گفتن، 17 ربیع الاول گفتن، تاریخ های دیگری هست در مورد، چون تاریخ ولادت و تاریخ وفات اصلا مهم نبوده برای مسلمان ها. مثل این موقع نبوده که هر سال وقت تاریخ وفات یا شهادت فلانی به سر و کله خودشون بزنن. اگر این مهمی بود، حالا شهادت امام حسین چرا شکی درش نیست که مثلا در روز 10 محرم رخ داده؟ چون اولا روز عاشورا قبل شهادت سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما یک روز مقدسی بود در نزد مسلمان ها. ثانیا عظمت و به اصطلاح فجایعی که رخ داد در این روز در کربلا بر علیه گل خوشبوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این رو سینه به سینه مسلمانان نقل کردن. به خاطر همین کسی در این قضیه اختلاف نداره. اما بقیه چون که اصلا مهم نبود که مثل الان تقویم بنویسن و هر سال به سر و کلهشون بزنن در اون روز، یا که نقل و نبات پخش بکنن روز ولادت، این چیزا بدعتایی است که بعداً به وجود اومده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد نوه‌هاش، در مورد سیدنا علی، در مورد خودش این کارو نکرده، صحابه نکردن، اهل بیت نکردن. در هیچ جا وجود نداره که اهل بیت و صحابه اومده باشن فلان روز ولادت رو جشن گرفته باشن، مثل که امروز اهل بدعت چه از بین اهل سنت و چه از بین شیعیان این کارو میکنن، روز مولود یا روزهای دیگری رو که ولادت ائمه بزرگوار باشه میان جشن میگیرن. این یک مسئله. مسئله دیگر این که در مورد زیارت فرمودید شما. من یک چیز رو نشون بدم شاید تعجب بکنید. در کتاب تهذیب الاحکام احمد جان نشون بده این کتاب رو. این کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی است. در اینجا این صفحه بعدش، در اینجا لا تمكث جثة نبي ولا وصي النبي في الارض اكثر من 40 يوما. در باب من الزیادات، باب 224 در کتاب مزار تهذیب الاحکام، در اینجا در روایت 7195 میگه که جسد از ابو عبدالله روایت است، امام جعفر صادق، جسد پیامبر و وصی پیامبر، وصی نبی یعنی امامان، در زمین نمیماند مگر 40 روز. بعد از 40 روز کجا میره؟ میره به آسمان. روایت بعدی ما من نبی ولا وصی يبقى في الأرض بعد موته أكثر من 3 أيام حتى ترفع روحه وعزمه ولحمه إلى السماء. پیامبر یا وصی پیامبر در زمین نمیماند بعد از مرگ مگر 3 روز. بعد از این 3 روز روحش، استخوانش و گوشتش به آسمان برده میشه. روایت بعدی در همین باب 7197، اینم از امام بزرگوار روایت میکنن که امیر مومنین به حسن و حسین گفتن که بعد از اینکه چیز شد ایشون رو در قبر گذاشتین، گفتن که تیکه ای از به اصطلاح
مثلا اون گل و خاکی که در بالای سرشون هست و بعد از اون میگه بگیرید که چیزی در قبر نمیمانه، یعنی جسد ائمه و پیامبران از زمین به آسمان میره، نه گوشش، نه پوستش، نه استخوانش، نه روحش، چیزی نمیمونه. تشکر میکنم. روایت بعدی هم از کتاب بهارالانوار است، دایره الخرافات شیعه. این کتاب بهارالانوار در اینجا در صفحه 318 همینجا روایت هم از سیدنا علی رضی الله عنه است که در اینجا میگه که انسانی که صالح باشه و چیز باشه و نبی و وصی و اینا چیزی در قبر نمیمانه. در اینجا هم همین مطلب رو آورده. تشکر میکنم احمد جان. روایت بعدی هم در کتاب بهارالانوارشون هست. این از بهارالانوار همینجا در صفحه 406 جلد 18 این روایت هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده که ایشون فرمودن که انا اکرم علی الله من ان یدعنی فی الارض اکثر من ثلاث و هکذا عندنا حکم الائمه. میگه که من به اصطلاح در نزد الله مکرم تر هستم از این که بیشتر از 3 روز جسد من در زمین بمونه و همین چیز در مورد ائمه صدق میکنه. پس اینایی که میرن در کربلا و نجف و امام رضا و شاه عبدالعظیم و حضرت معصومه و فلان الان به سر و کله خودشون میزنن، یک مشت به عرض معذرت جاهل احمق هستن، چون نه در اونجا روح ائمه است، نه استخوان ائمه است، نه پوست و گوشت ائمه است، هیچی نیست. یک مشت خاک خالی است، حتی خاک ائمه هم اونجا نیست. و اینا سر شما کلاه گذاشتن. بیچاره‌های بدبخت در کتاباشون گفتن که ائمه و اوصیا در زمین نمیمونن، بعد از 3 روز یا بعد از 40 روز میرن به آسمان. از این طرف شما رو دعوت میکنن به زیارت جایی که اصلا هیچی در اونجا وجود نداره. تصور بکنید همین گنبد و بارگاه و قبر بزرگی که برای امام رضا درست کردن طبق اعتقاد شیعه، به اندازه یک مکان بی ارزش در دنیا هم ارزشی نداره، چون که هیچی در اونجا نیست. یک مشت انسان‌های فریبکار و حیله‌گر اونجا جمع شدن و شما هم میرید اونجا پول میریزید و اونم دارن کیف خودشونو میکنن و براشون مهم نیست که چه بلایی سرتون میاد. فردا روز قیامت هم هر چه داد بزنید یا لیتنی کنت ترابا، کسی به دادتون نمیرسه. نه مکارم شیرازی، نه قزوینی، نه وحید خراسانی، نه خمینی و خامنه‌ای، هیچ کدومشون. این حقیقت ماجراست.